در اروپا این نابغه تاجیک را با نام رزیس میشناسند و بر پایه آموزش های او در بخش طب و کیمیا امروز کاربری می نمایند. زکریای رازی دانشمند، کیمیادان، فیلسوف، پزشک و طبیعتشناس مشهور تاجیک سال 866 به دنیا آمده است. استفاده تجهیزات آزمایشگاهی مثل کلبه، رتورا و آبگردون را محض او بار نخست کشف و در تحقیقات‌های کیمیایی تجربه کرد. نخستین دانشمند است که کسلات سولفات و اسپریت اتیل را آموخت و در عمل از آنها استفاده بود. محض زکریای رازی اولین بار تشخیص فرق کننده بودن بیماری‌های سپندینه و آبیله را انجام داده و با نشانه هایشان این دو بیماری را از هم جدا نمود که برای تاریخ علم طب جهان این بازیافت مهم و نادر گشت. در مجموع در تاریخ بشریت یکی از اولین کسانی است که طبابت بیماری ها را با استفاده از تجربه و علم را اندازی کرد. انسیکلوپدیای بزرگ طبی رازی با نام الحاوی که بعداً با زبان لاتینی ترجمه شد و با نام لیبر کونتیننس مشهور شد، در عصرهای میانه در دانشگاه‌های اروپا همچون کتاب درسی استفاده می‌گردید.